در فالت نشانه هایی هست از تغییر وضعیت، مثل گشایش در کاری که مدتی قفل بوده یا پیامی که مدتی منتظرش بودی. فال حافظ نشون میده که دوره سختی تو به پایان خودش نزدیکه، ولی هنوز باید چند قدم با حوصله طی بشه. چیزی در زندگیت عوض میشه، اما نه با شانس، بلکه با نتیجه صبر و تلاش خودت. اگه این فال به دستت رسیده، بدون که بیدلیل نیست. یه نشونه هست برای وقتی که بین شک و امید ایستادی. الان وقتش آروم بشی و با نیت قلبیت گوش بدی. به فال حافظ خوش اومدی. احساس ناتمامی در دلت هست. انگار حرفی ناگفته یا رابطه نیمه کاره هنوز ذهنت رو درگیر نگه داشته. فال میگه هنوز انرژی اون فرد یا موقعیت در اطراف تو هست، ولی دیگه به شکل گذشته نیست. این بار قراره چیزی در درونت بسته بشه. نه با توضیح دادن، بلکه با درک کردن. اون شخص شاید برگرده، یا شاید فقط با فکری دوباره وارد ذهنت بشه. اما این بار تو واکنشت فرق میکنه. تو دیگه دنبال ثبات کردن خودت نباش. فقط دنبال آرامشی که از خودت میاد باش. دیده میشه که بین دلت و منطقت فاصله افتاده. گاهی فکر میکنی همه چی تموم شده و گاهی امیدت برمیگرده. فال میگه این نوسان احساسی طبیعی هست، چون در نقطه گذر از مرحله‌ای به مرحله بعدی هستی. فال حافظ در این مرحله واضح هست. فعلا تصمیم نهایی نگیر. زمان هنوز کامل نشده. اتفاقاتی در راهه که باعث میشه دیدگاهت نسبت به بعضی افراد یا انتخابات کاملا تغییر کنه. فال نشون میده در درونت تغییری جدی در حال شکل‌گیری هست. شاید هنوز ظاهراً هیچ چیزی عوض نشده باشه، اما تفکرت نسبت به خودت فرق کرده. قبلا دنبال تایید بودی، حالا دنبال ثباتی. فال حافظ میگه وقتی ذهنت از ترس خالی بشه، مسیر خودش دیده میشه. اگه حس سردرگمی داری نگران نباش، چون اتفاقاً این نشونه راه درست هست. گاهی فقط باید چند روز سکوت کنی تا درونت دوباره تنظیم بشه. در زمینه مالی و کاری، فال تو رو به حرکت دوباره دعوت میکنه. شاید مدتی بی انگیزه بودی یا احساس میکردی کاری که میکنی نتیجه نمیده. اما فال میگه از نیمه دوم دوره‌ای که در اون هستی، اوضاع شروع به تغییر میکنه. ممکنه پیشنهادی بهت برسه. شاید از سمت فردی که فکر نمی‌کردی دوباره سراغت بیاد. فال حافظ میگه موفقیت فقط از راه زرنگی نمیاد، بلکه از نظم میاد. اگه تمرکزت رو برگردونی، حتی از مسیری ساده میتونی پیشرفت بزرگی داشته باشی. مدتی در درونت حس خستگی عجیبی داری. انگار حتی وقتی هیچ کاری نمی‌کنی، ذهنت پر هست. فال میگه دلیلش جمع شدن حرفها و حسهایی هست که نگفتی. اگه نیاز داری چیزی رو رها کنی، انجامش بده. سکوت همیشه به معنای قوی بودن نیست. گاهی رها کردن بارهای ذهنی قوی ترت میکنه. این فال نشون میده که اگه در این چند هفته فقط به یک تصمیم بزرگ فکر میکنی، به زودی نشانه واضحی از درستی یا نادرستی اون تصمیم بهت داده میشه. در آینده نزدیک دیدار یا گفتگویی داری که مسیر ذهنت رو تغییر میده. شاید به ظاهر ساده باشه، اما تأثیرش بلند مدت هست. فال حافظ میگه در اون لحظه باید کمتر دفاع کنی و بیشتر گوش بدی. یکی از جملاتی که در اون مکالمه میشنوی حکم علامت رو داره. چیزی که در سکوت بعدش متوجه معنیش میشی. اگه کار یا رابطه بلا تکلیف داری، همین دیدار مسیرش رو مشخص میکنه. اگه تا اینجا این فال با دلت حرف زد، همین حالا یه نشونه هست که در مسیر درستی هستی.
برای اینکه انرژی این فال پخش بشه، لایک کن، کامنت بذار و با کسی که حس میکنی این پیام برای اونه به اشتراک بذار. و برای حمایت از ما سابسکرایب کانال یادت نره. ممنونم از نگاهت. فال نشون میده که از لحاظ بدنی و روحی خسته هستی. شاید یه اتفاق کوچیک باعث تغییر بزرگ در حالت درونیت بشه. مثلا دیدار با فردی، شروع کاری تازه یا حتی تغییر محیط. فال حافظ میگه روح انسان وقتی در مسیر درست قرار بگیره، نشانه ها خودشون به سمتش میاد. پس نگران نباش که راه رو اشتباه رفتی. فقط لازم بود از مسیر قبلی عبور کنی تا جای درست رو پیدا کنی. در عشق فال حافظ برات پیامی آروم داره. عشقی که با صداقت شروع بشه بی اثر تموم نمیشه. ممکنه هنوز از رابطه‌ای ذهنی فاصله نگرفته باشی. اما فال نشون میده که در آینده شخصی وارد زندگیت میشه که رفتارش باعث میشه نگاهت به عشق تغییر کنه. نه با حرفای بزرگ، بلکه با ثبات و رفتار. اگه دلت از گذشته زخمیه، زمان بهت نشون میده که اون زخم فقط برای رشدت بوده. فال تو نشون میده که نیتی در دلت هست که هنوز جواب نگرفتی. اما در جریان اتفاقهای اخیر در مسیر تحقق قرار دارد. فقط باید از وابستگی به نتیجه جدا بشی. فال حافظ میگه وقتی نیتت صادق باشه، حتی اگه دیر برسی درست میرسی. در ماه‌های آینده حس سبکی و آرامش بیشتری پیدا میکنی. چون بارهای قدیمی در حال افتادن از دوشت هستن. به زندگی اجازه بده خودش مسیر رو برات باز کنه. همونطور که تا حالا بی صدا از تو مراقبت کرده. این روزها انگار در میانه یک گذرگاه هستی. جایی که گذر از سختی‌ها و لحظه‌های مقاومت به آرامش نیاز داره. فال میگه هنوز زمان اون نرسیده که همه چیز رو یکباره رقم بزنی. یا بیش از حد منتظر شانسی باشی. صبر کن، مراقب رفتار و افکارت باش و در فعالیت‌های روزمره‌ات نظم رو حفظ کن. لحظه هایی میاد که گره ها باز میشن. اما حالا قدرتی میخواد تا اونها رو ببینی و باور کنی. فال میگه قلبت رو از سنگینی شک و دلنگرانی سبک کن. اعتماد کن به توانایی های خودت که تو رو به راهی میبره که گاهی به نظر نامعلوم میاد. اما در نهایت پناهت میشه. اگه میخوای به نتیجه برسی، پشتکار و آرامش داشته باش و نذار هیاهوی بیرون و درون تو رو از مسیرت منحرف کنه. تا فال بعدی ذهنت آروم و دلت روشن.